3 تا از خلفای راشدین شهید شدن با ضربه. ابوبکر صدیق مرگ طبیعی داشت رضی الله عنه، اما عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین هر 3 تا با شهادت رفتن. 2 تاشون تو محراب بودن. حضرت عمر در محراب بود، در نماز از پشت بهش خنجر زدن، فیروز ابولؤلؤ مجوسی، و به شهادت رسید. حضرت عثمان در حالی که قرآن تلاوت میکرد تو خونه، مخالفین ریختن تو خونش، رفتن طرفش، قرآن اینطوری کرد: قرآن بین من و شما. شمشیر بلند کردن که بزنن، زنش رفت جلو که مانع بشه، زدن و شمشیر زدن تو فرق وسط سر حضرت عثمان، همونطوری که قرآن جلوش بود. سرش آمد و خونش تو صورتش و ریشش آمد پایین، شهید بر قرآن. و حضرت علی رضی الله عنه، این شیرمرد خداوند، شوهر فاطمه، داماد پیامبر صلی الله علیه وسلم، و همچنین عثمان هم داماد پیامبر بود. عثمان 2 بار داماد پیامبر شده. پیامبر 2 تا دخترش به عثمان داده. به همین منظور بهش میگن ذوالنورین، صاحب 2 تا نور. به عثمان میگن ذوالنورین، صاحب 2 تا نور. و اینطوری بر قرآن شهید شد. و پیامبر میگه اگر 40 تا دختر داشتم، یکی بعد از دیگری میمرد، دوباره به عقد نکاح عثمان در می آوردم. عثمان اونقدر حیا داشت که فرشتگان ازش شرم میکردن. علی هم شیر خدا بوده، شوهر فاطمه بوده، بابای حسن و حسین بوده، پدر ام الکلثوم بوده که همسر عمر بوده. سبحان الله. علی پدر خانم عمره، یعنی حضرت عمر داماد حضرت علی، دختر فاطمه تو خونشه. چقدر به هم نزدیک بودن ابوبکر و عمر و عثمان و حیدر. این 4 تا، از این 4 تا به پیامبر نزدیکتر کسی نیست. معروفن به خلفای راشدین. حضرت علی هم در راه رفتن به نماز صبح خنجر خورد توسط ابن ملجم خارجی. و وقتی خنجر خورد، خوب صحبت عمر رو گوش بدید و صحبت علی رو. وقتی عمر خنجر خورد نگاه کرد، گفت برید ببینید چه کسی از پشت من خنجر زده. یکی از یارانش آمد گفت امیرالمومنین، یک مجوسی به تو خنجر زده. فیروز ابولؤلؤ مجوسی گفت الحمدلله که یک مسلمان به من خنجر زده، یک مجوسی به من خنجر زده، آتش پرست. و علی و گفت الحمدلله که این ضربه شهادته، همون دعایی که میکرد مستجاب شد. اما علی وقتی خنجر آمد تو پیشانیش، اینطوری خون فواره زد تو صورتش، ریشش در بر گرفت. با دستش زد، با این پنجهش دسته خنجر رو گرفت و این جمله رو گفت فزت و رب الکعبه، پیروز شدم به رب کعبه قسم. این ضربه شهادته. همجور که خون ازش میرفت، پسراشو طلبید. حسن و حسین گفت بابا اگر من زنده موندم خودم میدونم با این قاتلم، کسی که به من ضربه زده، میخوام میبخشمش، میخوام قصاص میگیرم. ولی اگر من رفتم شهید شدم، این ضربه خلاص بود. شما حق نداری اول گوشش ببری، بینیش ببری، زبانش ببری، ناخنش دستش قطع بکنید. بهش غذا میدی همه غذایی که خودتون میکنید. بهش آب میدید، محترمانه باش برخورد میکنید. اگه خواستی قصاص میگیری فقط یک ضربه بهش بزنید، هم جایی که به من ضربه زد. سبحان الله. اگه خواستی قصاص بگیری که من نماندم، فقط یک ضربه تو پیشانیش. این علیست، این عثمانه، این عمره، این ابوبکره.
رضی الله عنهم اجمعین. با هم برادر بودن، با هم وصلت کردن، با هم مهربان بودن، الگو بودن. ما کاسه از آش داغ‌تر نباشیم. اونا روز قیامت دستشون تو دست هم، تو فردوس، تو بهشت، در کنار پیامبر نشستن، ما هیچ کاره. کاسه از آش داغ‌تر نباشیم.